آسان‌تر نبود؟ شما هم به خانه هایتان بروید. ممکن است پدر و مادرتان نگران شوند. من هم میروم، بلکه بتوانم جایی برای بیتوته پیدا کنم و گرد خستگی را از این تن رنجور بزدایم. بروید. کجا رفت؟ جواب مرا نداد. ناصر، من به این میاندیشم که او راه و رسم پاره کردن زنجیر را به من میآموزد. نه نمیآموزد. من هم به این میاندیشم که به راستی در کله تو به جای مغز مقداری کاه و گل ریختند. او درسی بزرگتر به تو آموخت، نفهمیدی؟ راستش نه. او به تو آموخت که گاه نگه داشتن یک راز بسی سخت‌تر از پاره کردن یک زنجیر است. فهمیدی چه گفتم؟ نه. ای بیداد از دست تو، من که رفتم. صبر کن. یک چیزایی داره حالی میشه. روزی بود روزی نبود، زیر گنبد کبود. همیشه خاطره ها اینجوری جون میگیرن تا که یک قصه بشن تو کتابای کهن. افسانه ها، قصه ها، حکایت های زیبا شده کتاب زندگانی ما. متل و ضرب المثل شیرینه مثل عسل، ماندنی و شنیدنی و شیوا. بوی تازگی میدن حتی این دور و زمان. نذاریم کهنه بشن پشت خاطراتمون. یکی بود یکی نبود، روزی بود روزی نبود. دنیا این جوری نبود، زیر گنبد کبود. اون روزا اون زمونا، یلا و پهلوونا، گزمه ها و رهزنا، حتی سلطان و گدا. عاشقی تیشه به دست که به بیستون رسید، یا اون که با چله تیر مرزهی خاک و کشید. میدونستن که یه روز سرگذشتشون میشه، برگی از کتاب ما میمونه تا همیشه. حیف اگه این قصه ها توی قلب ما بمیرن، کتابا روی تاقچه ها وجب وجب خاک بگیرن. روزی بود روزی نبود، مثل آتیش مثل دود. قصه ها زنده میشن گاهی دیر و گاهی زود. روزی بود روزی نبود.